یک استعاره وجود دارد که در ذهن ما یک صفحه شطرنج وجود دارد که مهره‌های سیاه با مهره‌های سفید همیشه در حال نبرد هستند و ما می توانیم بگوییم که مهره‌های سفید احساسات خوب ما است، مثل شادی، مثل لذت و غیره، و مهره‌های سیاه احساسات بد ما، مثل نگرانی، ترس، اضطراب و غیره. و این بازی همیشه در جریان است. حتی همین اکنون که ما در اینجا قرار داریم امکان دارد یک مهره سیاه جای مهره سفید را بگیرد و یا برعکس. ولی خطای مالکیت یا اشتباه ما در اینجا جایی است که ما طرف یکی از این مهره ها را میگیریم. مثلا طرف مهره های سفید را میگیریم که احساسات خوب ما است و مدام در این بازی دخالت میکنیم، این بازی را خراب میکنیم، چون که هر دو این مهره های سیاه و سفید هر دو برای ما می جنگند. این هم به خوبی ما فکر میکند، آن هم به خوبی ما فکر میکند. اگرچه آن احساسات بد ما است و ما دوست نداریم آنها را، ولی ما باید بگذاریم هر دو کار خود را بکنند، چون ما مهره ها نیستیم، ما خود بازی هستیم و هر دو طرف بازی برای ما انجام میشه.